دیدی لولا جان من با تو گفتم کو آنها با تو نگنیگر نیستن پدر جان من نمیدونم کی او رو خفه کرده اما نامزدی دیگران رو کشیده گرفتن تا میدونی البته سعید مرا دوست میدارد و توی ما علاقه قرار شده است های من پیر شدم تو چی مرا در همین پیری شرمنده کردنی؟ اکو گپ زن تو با برادر من چه حال عقیدی؟ من با تو هیچ باوری ندارم به همه شما گناهگاره شما لاله رو به نزد ما آوردید همش فرما آرام باش زیبا و این قدمش را دیگر به آنجا نمیماند زیبا زیبا رفتیم لورا جان فیزیک نشد هر چی لخت در میگیرم تویدی نوروز؟ تویدی نوروز؟ نمایشنامه ما البته تایید میشه آسوده باشید آسوده باشید 3 مرتبه رقص رو گذاریم 2 مرتبه با ارکستر مشق کردیم لیکن لولا تو نیست باز چی واقعا روی داده باشد؟ بیاید مختار احمد بیاید مرحمت گذارید شکر تا حال از دراز ایستادن پای کسی نشکسته است به من گویید پدری لاله من هستم یا نه؟ من رفتم بله مختار احمد بله شما پدری لاله هستید اما مختار احمد شما بخت دخترتان رو نمیخواهید چه خیر من بخت دخترم را نمیخواستم او ملکه نوروزی است او برای ما خواهر است باور کنید مختار احمد با او چونین برادر لازم نیست شکری خدا پدر دارد و پدرش او را نگهبانی میکند با نزدیکی به شوهر میبراید و کسی او را برای بی‌آدابی طعنه نمیزنند خدمی لاله به اینجا نمیافتد سلام مختار اکا سلام ای درد تو آرامی دل من ای نام تو الهامی دل من یادی تو سرن جامی دل من از مهر تو پر جامی دل من وصلت به جهان کامی دل من از مهر تو پر جامی دل من وصلت به جهان کامی دل من اصلک من تو رو هفتاده نشد اکای من در پیریش اندک انجیق شده است حالا یک رویه دارد ولی او موسیقی رو میفهمد و میدوند که تو آوازی ناتکرار داری اما جان اگر این آواز باعث بدبختی من میشد کاش خداوند به من میسر نمیگردان خیلی نگو دخترم خداوند نه به هر کس این جوهر رو میدهد اگر داد آن رو استفاده بردن در کار وگرنه ناشکری می شود دانی که تو من بیماری تویم دل سوخته گفتاری تویم جان باخته رفتاری تویم تو یاری منی من یاری تویم من منتظری دیداری تویم تو یاری منی من یاری تویم من منتظری دیداری تویم سعید جان چرا غمگینی بلبلکت نمیخواند یا روی خورده رفت اگر ساز زاره کنی جویش رو گفته میدهم به شوهر میبراید لالت پدرش گفت
خودم شنیدم.